آقای ویلیام مورگان رئیس شرکت مخابراتی مکتل نیویورک 250,000 دلار برشکست، روی این نیمکت داره گریه میکنه. یا آقای کچلواری کراواتی شیک 73 ساله اومد رد شد گفت جوان سرت بالا خوبی نه؟ گریه میکنی؟ تو یه جوان داری گریه میکنی؟ تأسفم برات، من کشتید غرق شده. گفت قربان اون چراغا رو میبینی؟ اون کمپانی مکتل، اون شرکت منه، ورشکست شدم، 250,000 دلار ورشکست شدم. گریه نکنم چیکار کنم؟ 250,000 دلار داری گریه میکنی؟ جوان 28 ساله دست کرد تو جیبش، دست چکی رو در آورد. خب مبلغ 500,000 دلار در وجه، اسمت چی بود؟ ویلیام مورگان. چک رو نگاه کرد، یه مرتبه دید زیر چک امضا جان دی راکفیلر. خدایا این راکفیلره، راکفیلر بزرگ، ثروتمندترین انسان روی زمین. گفت پسرم دارم بهت میگم برو سرپای خودت بایست، سال آینده این چک رو همین موقع همین ساعت به من بده. گفت آقای راکفیلر من به تو قول شرف میدم تا جایی که بتونم 1 سنتشو خرج نمیکنم. فردا رفت سراغ 5-6 تا از طلبکارا، گفت به من یه چند ماه وقت بدید. مهلت گرفت، شرکت رو بازسازی کرد. ویلیام مورگان ظرف 9 ماه شرکت رو بازسازی کامل، تمام بدهی‌ها رو پرداخت کرد. روز موعود با راننده مخصوصش اومد پارک. 2 ساعت گذشت راکفیلر نیامد. دیگه داشت کم کم ناامید میشد. از دور راکفیلر رو دید. دوید آقای راکفیلر، من ویلیام مورگان، پارسال این چک شما یادتون میاد 1 سنتشو خرج نکردم. یه خانمی زد پشت کتفش گفت آقا عذر میخوام چیکار داری میکنی؟ گفت خانم دارم از آقای راکفیلر تشکر میکنم. گفت ببخشید ایشون راکفیلر نیست. راکفیلر نیست؟ کیه؟ گفت آقای محترم پشت این پارک یه بیمارستان روانیه، ما بعضی از بیمارهای روانی رو گاهی اوقات میاریم تو پارک اینا استراحت قدمی. این آقا همیشه به من راکفیلره، تو جیبش هم یه دسته چکی به هر کسی میرسه یه برگ چک میده. راکفیلر وجودتان خودتانید، خودتان.